سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوایم تو این ویدیو ببینیم یه هوش مصنوعی میتونه مثل یه وکیل کار بکنه یا نه. خب، من چت جی پی تی رو باز میکنم، نسخه رایگانش هم هست که بتونیم همه با همین رو تست بکنیم. اول از همه یه موضوعی رو براش مطرح میکنم، موضوع حقوقیه، تا ببینم تو حالت عادی و تو زبان فارسی چطور عمل میکنه. همونطور که میبینی تقریبا اه، منطقش منطق درستیه، مرحله به مرحله شدیدتر شده و نکات خوبی رو واقعا گفته بهمون. حالا من کاری که میخوام بکنم اینه که میخوام اون موارد قانونی رو هم بهش بدم، چون سوال من تو صورتش بیان شده که به لحاظ حقوقی منو راهنمایی کن. میخوام الان موارد قانونی رو هم بهش بدم و ببینم وقتی اونا رو داره چطور رفتار میکنه. خب، یه نیوچت میزنم. قانونا رو براش گذاشتم، قانونایی که توی ایران هستش. قوانین مدنی رو در مورد همسایه از گوگل هم سرچ کردم آوردم. حالا گفتم بر اساس این منو راهنمایی کن. ببینیم الان جوابش به چه شکل میشه. خب، همونطور که میبینیم وقتی من قوانین رو بهش دادم، با استناد به اونها و تک تک اونها اومد گفتش که چه ترتیبی هست و تو موضوع سوال ما که این بود چه موضوعیتی دارن هر کدومش. و اقدامات هم مجددا گفت که تقریبا شبیه با موردی که قبل سر گفته بود، یعنی تو حالتی که ما قوانین رو بهش نداده بودیم. ولی خب وقتی قوانین رو دادیم خیلی دقیق و مشخص گفتش که با استناد به کدوم قانون میتونید موضوع رو مطرح بکنید. و خب دقتش هم خوبه دیگه، یعنی اینجا که در مورد بحث‌های هزینه و بحث مالی صحبت میکنه ارجاعی هم نداده. همونطور که میبینید به 59 ارجاع داده و 40 و 132. آره، 40 132 و اینجام که 59 در ارتباط با ساعت مربوط به شب. خب، این ابزار همونطور که دیدیم مثل همیشه تو تحلیل متن خوب عمل میکنه و قاعدتا میتونه تو موضوعاتی که پیچیدگی بیشتری داشته باشه با فراهم کردن قوانین و توضیحات مناسب راهکارهای خوبی به ما بده. یعنی شاید نکته‌ای که جالب بود در مورد استفاده از ChatGPT این بود که مرحله به مرحله به ما گفته بود. همونطور که تو حالت قبل هم دیدیم، یعنی حالتی که قوانین رو بهش نداده بودیم، یعنی اقدامات رو اول گفته بود با همسایه صحبت بکنید، بعد به مدیر ساختمون بگید و بعد شکایت رسمی. شاید این روندی باشه که بعضی وقتا ما خودمون اگه وارد عمل بشیم یهو پریش بکنیم، یعنی یهو مثلا خدا نکرده دعوامون بشه و سریع بریم سراغ شکایت. ولی وقتی این روند رو دنبال کنیم شاید منطقی تر باشه و زودتر به نتیجه برسیم و دعوا هم به وجود نیاد اصلا. میخوام بگم که از قدرت تحلیل و اون نقض چت جی پی تی میتونیم استفاده بکنیم، ولی وقتی هدایتش کردیم از طریق قوانین میتونه حتی به ما بیشتر هم کمک بکنه. و میگم من الان یه واقعا موضوع ساده رو مطرح کردم و به اون صورت پیچیدگی نداشت، ولی فرض کنیم توی موضوعات خانوادگی و بحث‌های چند وجهی میتونیم با فراهم کردن اطلاعات زمینه‌ای، یعنی بحث خود تعریف موضوع و فراهم کردن قوانین مرتبط با اون موضوع، منظورم قوانین مدنی هستش، بتونیم بهره خیلی بیشتری ازش ببریم و به قولی پتانسیل درک و فهم چت جی پی تی رو استفاده بکنیم توی اون موضوع خاصی که خودمون داریم. فقط توجه بکنید دیگه، من از تکنیک‌های پرامپت نویسی استفاده کردم، البته خیلی ساده بود اینجا، یعنی پیچیده نبود. اومدم با این سه تا عبارت یا علامت که هستن این قانون ها رو جدا کردم از بافت متن اصلی پرامپت که دقیقا متوجه بشه قسمت قانون چی هستش. اینم از این. امیدوارم شما هم استفاده بکنید، مخصوصا توی کیس‌های پیچیده‌تر و نتایجش رو ببینید و ما هم به اشتراک بذارید، ما هم بتونیم از تجربیاتتون استفاده بکنیم.